خب یه شوخی با میلیچ بکن. این لیونل مسی نیست، این میلیچه. این لیونل مسی نیست، این میلیچه. وحید میدونی برنده یه جایزه شدی؟ نه. توی برنامه فصل داغ فوتبال اسمس دادی؟ نه. خب حالا شرکت کردی برنده شدی. میدونی برنده چی شدی؟ نه. خدا هر هوا سرده پاتیل. این سومین باره که آسیب دیده در بازی. بار سوم انگار دیگه داره با نیمکت از زمین خارج میشه. بار سوم انگار دیگه داره با نیمکت از زمین خارج میشه. گاه گدار یه نیمچه باد شدیدی هم در ورزشگاه میوزه. گاه گدار یه نیمچه باد شدیدی هم در ورزشگاه میوزه. نهایتاً چهره ایوانکو برانکوویچ. ایوانکو برانکوویچ. ایوانکو برانکوویچ. نگاه کنیم صحنه رو. داور اینجا سوت زده بود ولی مهدی شوت زد. شوت بعد از سوت مهدی او را از بازی اخراج کرد. شوت بعد از سوت مهدی او را از بازی اخراج کرد. من یه مربی آرژانتینی داشتم، گفتم که گفتم دیگو میخوام به دیماریا آرژانتینی بهش بگم که اسپانیایی دیگه در واقع. حالا زبان اسپانیایی سخت بود. گفتم که میخوام بگم پیرنت من بده. یه هفته تمام داشتم تمرین میکردم که اینو بهش خیلی سخت زبانش. هلو دیماریا پیرنتو بده به من. هلو دیماریا پیرنتو بده به من. اگر به من بگید آقای دکتر انوشه آدرس احمق‌ترین انسان روی زمین رو به من بگید، میگم برو ببین چه کسی. میگه من همینم که هستم. من خودمم. من اینم. همین هستم که هستم. تو غلط میکنی همینی که هست. اگه دوست نداری برو با دیگران باش. باید تغییر. اما تیم پرسپولیس به عنوان میزبان این مسابقه بوژیدار رادوشوویچ رو به عنوان دروازه‌بان در ترکیب داره. مسیحا بازی رو توپو پرتاب خواهند کرد. سوفیانی بازی رو دوباره شروع کرد. فرصت برای یاران مصر هست. سجلال میاد تا در دفاع شروع کنه در واقع دفاع خودش رو. به روی دروازه فرصت هست و توپ بیرون رفته. معذرت میخوام، توپ در اختیار دروازه‌بان قرار گرفت، در اختیار بوژیدار رادوشوویچ. و تیم پرسپولیس و تیم گوا با تغییراتی در نیمه دوم به مسافه هم آمدند. کمالو میبینید، سید کمال کامیابی نیا. ببینیم شهریار تو این بازی چه خواهد کرد. گل زدن برای او و عیسی مثل لیوان آب خوردنه. امیدواریم امشب زیاد آب بخورن و زیاد گل بزنن. یه سوال یه اسمی فقط. یه اسم جواب بده. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ 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 آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه. با غرور زندگی بکنی ولی مغرور نباشی. خب به نظر من میتونه آدم از خودش راضی باشه ولی از خود راضی نباشه. من اگر بد بودم اون موقع هم بد بودم، اگر خوب بودم اون موقع هم خوب بودم. اگر سعی نکنی که عوض بشی مجبوری عوضی بشی. وقتی که عوضی میشی دیگه بد میشی. بهتره که اتفاقا عوض بشی. این که دیگران قضاوتت میکنن. یه نفر نوشت، یه نفر خوند. بازم نوشت، بازم خوند. اونی که نوشت مرد. اونی که میخوند موند. حالا من مینویسم تو بخون، من میمیرم تو بمون. یه خبر دقیق هم بدن که
ببینیم الریان با الهلال چند شده. زباهن هم 3-0 برده. آفرین بچهای زباهن. من متوجه نمیشه بچه یه باری بگید زباهن 3-0 باخته بازی رو. باخته. من ناراحت شدم. خب زباهن باخته پس نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه. نیاز داره. باران هم به شدت داره در تهران و در ورزشگاه آزادی میوزه. شرایط رو جوری دنبال کردن که نتونستن ادامه بدن و پاس از اون مسابقات با مربیگری دنیزلی حذف شد. موقعیت برای یاران القرافه، یه فرصت و حالا نه معذرت بخوام، این اصلا گلیه که تیم پرسپولیس در ابتدای بازی زد. خب تصاویر بله من دیگه چون جابجا شدیم بیایم اینجا برای پلاتوی پایانی دیگه صحنه رو دوستان کمک کردن و صحنه های گل رو خب من جابجا شدم اومدم فقط یه رسیدم که گل زده شد. به هر حال خوشحالیم که گلم زده نشد و پرسپولیس با هم. این فیلم کی آماده میشه؟ این فیلم بسیار هیجان انگیز. اولا که خدایا عمر بده که بتونم آمادش بکنم. یک دوم الان آماده است. بعدی هم از 51968 تا 103935. خب تبریز در سال 2018 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده و این خیلی میتونه کمک بکنه به وضعیت توریسم، وضعیت گردشگری در کشور. امیدوارم که تبریز 2018 زبان زده همه هموطنان ما باشه، چون برای ایران خوبه این وضعیت 2018 رو. قربان از 51,000 به بالا باید بفرمایید. سخت شد. هنوزم دیر نشده. 7 دقیقه در فوتسال خودش در 15 دقیقه وقته. دانشگر به بازی میاد و نادری به بازی میره. دفاع استقلال حالا 3 نفره میشه. دانشگر به بازی میاد و نادری به بازی میره. دفاع استقلال حالا 3 نفره میشه. اسکی میزنه. یه گلر به نام ابراهیم سیچ جلوی اونها وایستاده. بازی 1-0. گلر تیم باستونی 3-0. ابراهیم سیچ. ببینیم شهریار تو این بازی چه خواهد کرد. گل زدن برای او و عیسی مثل لیوان آب خوردنه. امیدواریم امشب زیاد آب بخورن و زیاد گل بزنن. یه شبه کورنر، حتی از کورنر هم بهتر برای پرسپولیس که گیرشون اومده. ببینیم چه کار خواهند کرد با این توپ. در حالی که تعویض‌هایی هم انجام شده. کمالو می‌بینید، سید کمال کامیابینیا. کمالو می‌بینید، سید کمال کامیابینیا. دیگه به درد نمیخوره این دنیا. خدا بس دیگه. ما خسته شدیم دیگه. یکی تو شهرداری، یکی لباس سفید پوشیده، یکی لباس سبز پوشیده، یکی لباس نارنجی پوشیده، یکی مانتو به تن کرده، یکی روسری به سر گرفته. یکی تو فکر عشقه، یکی تو فکر یاری، یکی رسید به یارش، یکی در انتظار.